نشر چهارمین برنامه در تالار است. امروز یکی از موفق‌ترین شخصیت‌ها در سالمت اجتماعی افروز موضوع بله. شما برنامه در تالار زنده باشید. خب اولا درود میگویم به همه تماشابینان یوتیوب کانالی، البته که شما خصوصا تماشابینان برنامه در تالار. بار اول است در تالار هستم، اما کوشش میکنم که شرط های شما رو اجرا کنم. تا این دم آگاه بودین از شرط های برنامه؟ نه راستی گپ. به هر حال باور دارم که شما میفهمونید و وابسته به توانایی من اجرا میکنم. میرویم از شرط یکم. شرط نمیگذاریم، میبینیم که در 5 دقیقه شما چقدر مسافه را طی میکنید. میشود؟ باشه. افزایش میکنیم صورت دور از 5 سال کردیم. گفتین که از سالمه اجتماعی دور شدید. بخدا راستی از روزی که درس ها شروع شدن پورا به تعلیم تربیه فرزندانم بند هستم. آنها رو به کورس های روسی انگلیسی موندم. راستی وقت نمی‌یابم. فکر میکنم که از آنکه وقتم رو در صفحه های اجتماعی میگذرانم بهتر آن است که به تربیه فرزندانم بند شوم، چون آینده ملتن، آینده جامعه و خصوصا آینده من. کمی صورت رو افزایش میکنیم. 4 کیلومتر ساعت میدویم. 1 دقیقه وقت سپری گردید. 4 دقیقه دیگر اگه خراب میشه برنامه شما ده. مقصد برنامه ما است که باید مهارت بودن اشتراک بکنن با ورزش، یعنی مایل باندن و همون نفرهایی که اشتراکچی فعال نگاه میشن. البته از طرف یوتیوب کانال ما با آنها یک توفه چیزی تبلیغ کرده شد. مشکل نیست که قدر روبویی غذا و ازیاد کردن چقدر وقت لازم اومد که برای اون نفره که با ایجاد مشغول است، تحصیل کرده فاکولته روزنامه‌نگاری است، فکر میکنم که ایجاد کردن یا از خود کردن شعر و ترانه دشواری ندارد. یعنی چقدر غزل و غزل می‌نویسید؟ خیلی بسیار. برای من مهم نیست شاعر نویسنده کی است، به دلم نزدیک آمد درد جامعه درد مردم باشد. البته که از یاد میکنم زمزمه و میخونم. شاعر یک نویسنده با شما پسند است مشتاق لایق شرالی به دل ما و درد ما برمیخورن و بسیار شاعران نویسندگان خوبی تاجیکی من از ایجادیاتشون البته که استفاده میبرم. زیاد نمیکنین دیگه. خیلی بدهم که خراب شوم. خواهش شما بشه 5 کیلومتر ساعت. ورزش خوب است، البته بهترین برنامه است، به خاطر که بهوده نمیگویند که ورزش گرای سلامتی است. بیاین اشتراک کنین رنگی من بدویم. نه همزمان دویدن و سخن کردن. نه شبه 1 دقیقه دیگر. هر یک زن باید در برابر کسب و کارش باز وقت جدا کند، به ورزش مشغول شود، به خاطر خوب نگاه داشتنی. البته که هم سلامتی هم قد و بستش. 1 دقیقه دیگر بکنم است. 20 سکند دیگر. دم فرقش خیلی دویده باشه. تحصیل در کار نیست. من برای قاقیم مانده شدم. صورت بلند کنیم یا که 20 ثانیه هم سپری می شود.
5 دقیقه رای بین میبریم یا یکم 5 دقیقه بستندگی؟ چیزی که شما بفرمایید قبول دارم. خب ما فکر میکنیم وقتی برنامه هم کمی کوتاه است و 5 دقیقه بستندگی میکنم. در 5 دقیقه مهرافروز 600 متر راه را طی کرد. کم؟ خیلی خوب. کم؟ نه من خطا کردم. 860 متر را بهترین. خب میریم با شرط دویمی برنامه. تیار هستین؟ بله. چی فکر داریم؟ چی باشه شرط دویم؟ راستی من باری اول است که وارد تالاری ورزشی میشوم. من نمیدونم که کدام ورزش ها برای زن ها هستند. به هر حال چه شرطی که شما پیشنهاد میکنید کوشش میکنم اجرا کنم. باری نخست که بود برای چی شما زود یعنی که روزی شدن که در این برنامه اشتراک کنید؟ به خاطر که من نقشه دارم که روزهای نزدیک به تالار ورزشی بیایم، به مشق و ورزش مشغول بشوم و همین سیما یا قد و قامت خود را باز هم دیگرگون بسازم. خب باشد میرویم پس به شرط دویمی برنامه. در هر یک شرط 5 دقیقه وقت دو کردگی. تلفظ میگوید که دو چرخ سواری نماید. خب در هر یک دقیقه ما کار شما را مشکل نگردانیم. مرحمت. شما بوده کوشش هستید؟ البته حرکت میکنم که شرط شما را اجرا نمایم. میرویم 1 2 3 8 9 10 ثانیه شد. میدونید اما اوضاع ها پنج شدن در باره شما در وصف شما خب ستاره شدن با فکر من آسان تر است ولی اون آنهایی که بعدا در وصف ستاره ها یعنی وصف میکنن اون رو تحمل کردن خیلی مشکل. بهتر نمیگویند که شهرت خون دارد و وقتی که تو میخوای که معرفی باشی باید که آماده باشی به همه اون ضربه هایی که به سوی تو میآیند و البته که من نیز آماده‌ام. طوری به همه معلوم است سربلندانه پشت سر کردم آن روز و آن لحظه ها رو و امروز روزگار خوب دارم. خدا را شکر. گفتیم اویلا چی میکنم؟ اویلا کاری من یا گپ کلوچه هایی که اطراف من میکنند با زندگی من هیچ دشواری یعنی که نمیوردن؟ نمیاره. بله. کار شما رو کمی دیگرم مشکل کردن؟ احساس میشود؟ بله بسیار وزنی شد. خیر رفتیم. 2 دقیقه و 16 ثانیه شد. میتونی شما. من همه وقت در نزد آینه بعضی روزها و لحظه های گذشتم رو فکر میکنم و با خودم میگویم که تو میتوانی و باید که توانیست. اگه است که اما وقتی این سوال رو باتش میبرد میدونی درک کرده ای فکر میکنم که بیشتر به آنچه که خودت میبینی و با صدای قلب گوش میکنی. گفت زدن دشوار شد. 3 دقیقه رفتیم. و 15 ثانیه رفتیم. اما بگذار در این برنامه ما همون گفته‌هایی که صاحب در وصف شما میگم و در وصف کسی که باشه نباشه میگم ما با او کار نداریم. اون نفرایی که در همون پایان گپ میزنن اونها همه وقت در پایان نیستن. و راستی وقتی به شهر و نواحی کشور میروم و قرصک ها و مهر و محبت خلق را میبینم اونقدر شاد میشوم که افتخار میکنم که توانستم باز مشکل نگردانیم کار شما رو. دیگه نمیشود دیگه. 4 دقیقه و 7 ثانیه میبینیم و خیلی شاد میشوم که توانستم لحظه یک نفر رو با یک سخن شاد کردم یا همدرد و همراز نفری شدم. دیگه گپ نمیزنم. گپ نمیزنیم؟ نه. رفتیم. 28 29 30 31 32 33 34 باقیش میکنین؟ میکنیم که وقت بستن بدیم وزنی بچش 1 دقیقه
میریم. تمرین این است. گفته که یعنی با ورزش مشغول نیست. مکدام خودی؟ به خاطر که بله امکانیت نمیابم. خب می‌بینیم که تولوری ورزشی ورزش شدی رو است و نوکک داری خود رو با همگان باز کردن و در نزدیکی خانه من هستند. الکی من یک امکانیت خوب برای خیلی تمرین کردن. بله خیلی برنامه خوب قلایی که من توانستم خوب به این حال نصیحت بکنم و از پگاه به این تالار با تمرین بیایم. خب این نفر رو با این نظر نباشن که با مقصد چرا تالاری تمیز سوی رو خوب کردیم. هر تالاری که میخواهد ما میتونیم بریم با آن باشن ما بندیم و همین سبتای خود رو گذار بریم. ولی من فکر میکنم که در حقیقت تالاری پرویز سوی یکی از تالارهای بهترین است. اینجا وقتم با پای میرسد و من را مونده شدم. یعنی به اگه چون چرا میرسید از شرط دیمی این برنامه آفرین احسان میده. خب شرطی سیوم بله پادر نمیکنه. نه خب برای با شرط سیوم شما انتظار باشید. شرط سیوم برنامه رو مخلصان انتخاب کردن و نوشتجاتی هم است که باید مهرافروز قوای دست بسنجد. نفر با نام اسفندیار حمیدوف نوشته است که خیلی نوشته است ولی گفته است که اگر که همین عمل رو اجرا کنن ما از او روزی. خب میبینیم که مهرافروز چی نگیریم. اسفندیار حمیدوف شما انتظار باشید. شرط به شما فهمو است. بله شرط فهمو است. تشکر زیاد به برادر عزیز اسفندیار. من باری هم اجرا نکردم اما به خاطر همون تماشابینان برنامه شما کوشش میکنم که اجرا کنم. قوای دست نمیسنجه نه؟ وزن هم برداریم. بله خب باشه. خب فهمو برای اسفندیار هم که به کدام خاطر این بانو نمیخواد که قوای دست بسنجد 2.5 کیلو 2.5 کیلو 5 کیلو این اگر باشه قریب 10 کیلو بار است اینجا. خب بشه شما بله. که بار نخست با خدا اومدیم برای شما می وزن و فکریم بسنده بله طرز کپیش رو میدونیم برای خب. بهترین کمی دیگر با بشه بیا میبرداریم 1 2 3 1 ده میشه ده دیگه زیاد نمیشه باشه دیگه زیاد نمیشه. برنامه شما را غم داده. تماشابینان نازک هستند. طبع و مقصد نگاهی خود را دارند و هرچی که آنها درخواست میکنند ما باید که اجرا کنیم. به خاطر که آنها هستند که ما را تماشا میکنند دستگیری میکنند. اگر آنها نباشند ما کی هستیم؟ زنده باشند ما آماده همیشه. شرطگذاری رو دیگر تو این دم با یگان اشتراکچی منابع این نشر تقدیر ما یا خیر. بله. خب از این به بعد شرطگذاری می شود. گفته بودیم در خاطر بیننده هم است و اینجا هست یک بدونید چه یک پیشنهاد و یک خواهش است. مرحمت. در برنامه نوبتی شما کی را دیدن می‌خواید؟ میدونید من میخوام که چهره های برنامه شما واقعا چهره های شناخته باشن، معرفی باشن و آنهایی باشن که در جامعه برای وطن و ملت ما خدمت کردن و آنها رو در ساحه ورزش بسنجید. مقصد من این است. کی را می‌خواید دیدن؟ میخوام فیروزه حفیظова مهمانی برنامه شما شوند و با همون تن و توششون به ورزش مشغول شوند. بهترین بانو هستند و فکر میکنم که از عهده شرط برنامه شما نیز میبرایم به خاطر که زن هم باشند جسارت و جرأت مردانه دارند. من با این باورم. این خیلی باشد شما این حال میتوانید که با اون کس زن بزنید و خوب استوان اگر خاموش متاسفانه بله بله فکر میکنم برنامه را ببینم و این پیشنهاد شما را قبول خواهم کرد. برویم با شرط نوبتی. راضی شما؟ بله و فکر دارم که شرط نوبتیتون چی باشه؟ 2 تا 3 تا 50 تا 100 فهمو؟ بله شروع میکنیم.
خیلی میزنن این چقدر میزنه؟ نگاه کنید این خیلی برداره آخه یک تشاور میبرداره یک دو خشو این کمی اورینجا این خیلی خط بینید یک دو نه خیلی خب پورا درست میمونید یک دو سه چهار پنج شش حساب کنید 13 14 15 16 17 18 19 20 یعنی 10 دونه زدن 35 36 37 51 76 77 79 80 فکر میکنم که در مرتبه اول کفایه باید سلک من جمعی خواستم که باز کمی وزنی گرمتر باشون بید خب یک گپولو نمیرم بگذار مرفوض آمد که 50 مرتبه این وزن رو برداشت و اینک باز اندکه دیگر باز وزن گرمتر شد بله یا دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 نه خیلی نه اینا 10 هر چقدر وزن گرمتر هم تیم شما باید اون چون چرا کورا اما اینجا کردن میتونه اینجا هست با یک وزن دیگر مرامت در همین جا چه زیباشا بیارین مرحمت وزن بردار خب بیرم میتونه کی خزنه بین میشه؟ نه بسه شما که یک کم مرتبه است بعد از فاصله چند با ما دوباره برمیگردیم برای تلاش کنم بزنیم قبول است طلاب حدیثابی رو است که برای همه برای خیلی باز کرده است بهترین شرایط رو دارد میتواند که از این طلاب دیدن و چون خصوصا بله خصوصا برای بانوانی که میخوان وزن زیادتی خود را پرتوین و همون قد و قامت خود را خیلی نازک و زیبا ببینن میتوانند وارد تالار ورزشی پرویز صابرو شوند. بهترین عموما در ورزش بدنسازی یک سخن است که از این بدن در این طلاب یک هیکل میسازم و این سخن هم خیلی سخن فلسفی است. بله معنی محتوای خوب دارد و برای همون هیکل را ساختن من تصمیم گرفتم که از پگاه وارد تالار ورزشی پرویز صابرو شوم. قانون ورزش خود همین است که نفری که بار نخست به تالار میباید اونقدر شرطهای مشکل را به او واگذار نمیکنم و مهرفوزم از اون نفرانی بود که امروز بار نخست قدم خود را به این تالار یعنی در عموم به تالار رنجه کرد و ما نتوانستیم که شرطهایی که بودن آنها را به شما پیشکش نماییم. کارشناسان رو نمیدونم به نظر من خیلی خوب از اجرای همه شرطها برآمدیم. گپ زیاد نمیکنیم چون احترام به همین مهمانی برنامه ما در همین کاغذ ها یک چیز را گذاشتیم. این رو ما نمیتونیم که همین گونه با شما هدیه کنیم. انتخاب شما کدامی از این رو کدامی که شما پیشنهاد کنین برای من قبول است. مهم توفه نیست، مهم توجه است، قدردانی است، احترام گذاشتن است. باشد لیکن انتخاب شما مبلغ گوناگون هم در اینجا. بله. اونه که شما میگیرید و از اون شما میشد، اونه که دست من ماند البته که نوار بردار میگیرد. فکر میکنم که جای
نمیتوان یا نگاه کنم. خوب تماشابینان یک حزل کردیم. بگذار از دستی راستتون رو بگیرم. باشه. مهم آن است که داخل این کانورت به قول چی است، چی مقدار مبلغ است. اساساً که مرا قدر کردید، احترام گذاشتید و خیلی منت دارم از این. باور دارم که برنامه های آینده تان جالبتر خواهند شد و شرح نیز خوبتر و زیادتر خواهند گشت. و شما برای موفقیت میخواهم. فکر میکنم که تماشابینان نیز دستگیری میکنن این برنامه را. شرطی که با شما پیشکش کردیم مشکل نبودم؟ طور پیشتر گفتم بار اول است وارد تالار ورزشی شدم، اما نه آنقدر احساسی مشکلی کردم. بعد از فاصله چند همه اون پیدا می شوند. بهتر پیدا میشن. خب این رو بعدا با استوریس میکنین میگین. قبول است. میخواستیم با شما ساعت ها از توفیق کنیم، ولی بعدا نوبت با شما میرسن اون ساعت ها شما میتونید که با استوریس کنین. یعنی خریداری بهترین صحنه اجتماعی رویال شاپ رو در صفحه های اجتماعی هم البته که تبلیغ کرده بودم ساعت های بهترین با صفت صفحه رویال شاپ رو را وارد شوید، استفاده برید از مال و محصولات این صفحه. صفت خوب دارم. و بیننده عزیز چی گفتنی شما؟ همیشه سعادتمندی، خوشبختی، سلامتیشان را میخواهم. نفرایی که بعد شما در این برنامه اشتراک میکنن چی شکر ما با اونها واگذار نمایید؟ البته زنها که نازک هستند و باید که سرام که اشتراک میکنن شاید هفته دیگر اگر که مرد باشد شاهزاده دوران یا اینکه یگان نفر دیگه باشد. مردها که جسارت و جرأت بیشتر دارن نسبت به زنها اونها میتوانند که از عهده همه شرط ها برآیند. زنها که نازک هستند فکر میکنم که شرط های زنها رو کمی آسانتر سبکتر واگذار نمایید و نظر بگیرید و باور دارم که هر چهره که میمون برنامه شما میشود کوشش میکند که به قدر امکان اجرا نماید شرط ها را. آرزوی صاحب یک برنامه خیلی خوب دارند و اونجا یک پروژه هست که فقط درست بگو در برنامه چی کم بودی بود؟ فکر میکنم که هر یک انسان، هر یک برنامه، هر یک کاری که ما دست میزنیم کمبودی دارد، اما در اکثر موارد ما کمبودی های خود را نمیفهمیم. بگذار دیگران بهاگذاری کنند اجرای شرط های مرا و طرز پیش بردن برنامه شما را. خب بیننده ملکه اوگه است که ما پس از فاصله چند دوباره برگشتیم و نشر چهارمی برنامه که مهمانی ما مهرافروز مهمانزاده بودند، یکی از ژورنالیستان حرفه‌ای هم گوییم اگر خطا نمیکنیم و اینستا بلاگری که بدون رقم خیلی زیبا است. رقم اینستاگرام شما 3 تا 5. بله 555,000 و متاسفانه 2 ماه قبل این صفحه ما رو دزدیدن. کوشش کرده ایستادم که دوباره صاحب شوم و ناامید نیستم. البته به هر حال تشکر به همانایی که در صفحه های اجتماعی خصوصا اینستاگرام مرا دستگیری میکنند. صفحه نوی من ایمانزاده مهرافروز است که الکی 64,000 اعضاچی را صاحب است. باور دارم که باز خوبتر و بهتر می شود. خب این نشر چهارمی برنامه در طلاب بود. هر نفری که میخواد اشتراک کند چون مهرافروز هم گفتن که فیروزه حفیظ و دلخواه نفر بغیر فیروزه حفیظ هم میتواند که در این برنامه اشتراک نماید. و این تالار پرویز صابر بود که چند پیش در خود را برای تمامی ورزشگران و نفرانی که میل به ورزش دارند شده است. خب در آخر برنامه با یک مصرع شعری شما این برنامه را جنبست خواهیم کرد. مرا از من که با تو می رود دنیای رنگینم، مرا از من که با تو می رود غمهای شیرینم. اگر با من گلی رویت نباشد خار خواهم شد. مرا از من که با تو می رود ایام گلچینم. مرا از من مرا میشود. هر کسی که هست دایم از عشق نوحه میکنن. خب این عشق سوزانه بله. با خاطر همین مصرع های شعری همین کاورت که در دست من است این آوازه شما بهترین نیسته اگه کامر دیگه چون مصرع دیگه شعر بخونم. میگویند که عشق 3 حرف است اما یک دنیا درد، غم، رنج، مصیبت، ماجرا دارد، اما با وجود همه دردهاش معنی زندگی است. زمین حیات ما رو عشق، رنگ و زیب و زینت میبخشد
همیشه عاشق باشید، همیشه اونی را که دوست می‌دارید در کنارش باشید، احترام کنید، قدر نمایید و به خاطر عشق من صاحبی دو کامر شدم. ولی نوربردار کمی چهرهش تغییر یافت اینجا. نوربردار مبلغ بود دیگر باشد، ولی این یک حاصل است. بدونید این صاحب این کاورتون نه تنها اشتراکچی برنامه میشوند. مقصد برنامه ما اون است که هر نفر کامنت های خوب مینویسد و مثل قربان که از شوراباد و اون نفری که اسفندیار کامنت بافکن نوریای واسه بود. خب هر نفری که با مثل این دو نفر فعال میشود، اشتراکچی فعال میشود، یک رو انتخاب میکنیم و صاحب همین گونه مبلغ ها میگردد. برای همین فرصت را از دست ندهید، کامنت ها رو نویسید، کامنت های خوب، پیشنهادهای خوب. هر نفری که پیشنهادی خوب مینویسد و کامنت های خوب مینویسد صاحب جایزه میگردد. جایزه اون است یا اینکه میتوانید بیاید بر طلب‌های کدام طلب را انتخاب میکنید، مبلغ را میسپارید، یک ماه شما در اونجا تمرین میکنند. بهترین امکانیت است از جانب یوتیوب کانال شهاب‌الدین یتیموف. بله، شهاب‌الدین یتیموف برای تماشابین شانس را از دست ندهید. اگر کسی که مثلا امکانیتی در طلب مشق کردن رو نتواند، ما میتوانیم که با اونها پکیج خریداری نماییم، چه مقداری که باشد و همون نفر باید همیشه پیگیری همین کانال ما باشد. فکر میکنم که بله امکانیت خوب است. امکانیت خوب رو شما برای تماشابین عزیز خویش فراهم آوردید و آنهایی که البته شرایط خوبی مشق کردن ندارند در تالارهای ورزشی میتوانند با استفاده از یوتیوب کانال شهاب‌الدین یتیموف آرزوهای خویش را عملی بسازند. پیگیری برنامه هایش باشید. موفقیت میخواهم. تا برنامه بعدی.